تماشابینان عزیز السلام علیکم. محفلی بهتر از دوست تلویزیون بهارستان را آغاز میکنیم. در محفل ما یک گروه خوانندگان فعال مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 47 شهر دوشنبه اشتراک دارند. بچه ها اثری کلاسیکی، اثری یکی از ادیبان، شاعران، دانشمندان بسیار مشهوری خلق تاجیک ناصر خسرو سفرنامه را خوانده آمدند. ما در اطراف این اثر که چند عصر باز وردی زبان اهل قلم و کتابخوانان است چند لحظه صحبت میکنیم و باور داریم که از صحبت ما شما هم بهره‌مند میگردید. خوب آوردن یا نقل کردن ترجمه حال ناصر خسرو من گمان میکنم که شرط نیست، برای اینکه همه خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانی عمومی آگاه هستند از اثرهای او، از ترجمه حال او خوب آگاه هستند و ما به واسطه میگذاریم به بیان قصه های داخلی سفرنامه. ناصر خسرو در آغاز اثری بیزوال خودش می نویسد که یک مدت بسیار دلتنگ بود، بیچاره بود، رو افتاده بود، چیکار کردن و کجا رفتن و با کی هم صحبت همچین همخیش شدنش را نمیدانست و از این سبب خودش را بسیار بدبخت حس میکرد. ولی یک شب خواب دید و همین خواب هم ابتدای بسیار دیگرگونی ظاهری باطنی خود ادیب شد، هم سبب شد که همین اثر سفرنامه ایجاد شود و برای ما هم یک میراث گرانبها گذاشت. خب از شما خواهش می‌نمایم که یگان کس نقل کند که ناصر خسرو چی خواب دید و بعد این خواب چیکار کرد. خب مرحمت زحل. شب ناصر خسرو خواب می‌بیند و مرد به نزد او می‌آید و می‌گوید که تا کی می‌خواهی شراب بنوشی؟ ناصر خسرو در جواب می‌گوید که حکما جز شراب دوای برای درد این دنیا نساخته‌اند و آن مرد می‌گوید شخصانی را که آدمان را به میخوری راهنمایی می‌کند آنها را حکما دانشمند گفتن خطاست. پس من باید چیکار کنم؟ ناصر خسرو می‌گوید و می‌گوید که جوینده یا بنده و به طرف قبله نشان می‌دهد. وقتی که ناصر خسرو از خواب برمیخیزد او با خود میگوید که از این خواب برخستی باید از خواب 40 ساله نیز برخیزی و زود طهارت کرده 2 رکعت نماز میگذارد و دست بر جانب خداوند میبردارد و از او طلب مینماید تا او را برای حق هدایت نماید و بعد او 13 اکتبر سال 1045 تا 23 اکتبر سال 1052 سفر 7 ساله او شروع میگردد و در سبب سفر او اساساً شناس شدن با عرف و عادت شهرها بود. او میخواست زندگی مردم عادی را داند و اینچنین میخواست به طرف قبله یعنی به مکه مدینه را زیارت نماید. و زیارت کعبه هم رود. درست است. گفت که باید تو از خوابی که این شب دیدین از خواب امشبه نه، باید از خواب 40 ساله هم بیدار شوی. یگان نفر گفته میتواند که خواب 40 ساله چی معنا دارد؟ همان نفری که در خواب ناصر خسرو در آمده بود با او گفتن میخواست که وقتی که انسان از خواب بیدار می شود چشمش سرش گشوده می شود ولی وقتی وی باید هوشیار شود، یعنی 40 ساله که بیهوده برباد داده بود آن را اصلاح نماید و 40 سال دیگر را برای 40 سال دیگرش را ضایع نکند. درست است. یعنی ما هر شب هر بیگاه خواب میکنیم، هر صبح بیدار میشویم، لیکن بعضا فرض کردیم شما در صنف دهم تحصیل میکنید، چند ساله حساب میابید؟ 16 ساله 16 ساله. شاید یگان نفری باشد که در همین 16 سالی که عمر دید یگان یک مقصد نداشت، یگان نمیخواد کتاب، یگان به کار خوب مشغول نمیشد. اون در صنف شما، شاید در مکتب شما، شاید که در شهر و حرمت پدر و مادر رو به جا نمی آورد. با
مثلا از آموزگاران یگان چیزی نمیگرفت. همه آدم بناخواست بیدار میشن، میگوید که اگر من باز همین خیلی زندگیم را دوام دهم عاقبت وای است. یعنی و بیدار شد، فهمیدید؟ و باطناً بیدار شد، عقلش، چشم عقلش گشوده شد و اکنون بعد اطراف به زندگی با چشم دیگر میکرد. و رودکی چی گفته است؟ این جهان را نگر با چشم خرد، نه بدان چشم که بر وی نگری. همچو دریاست از نکوکاری، کشت احساس تا بدان بگذری. این جهان را نگر و چشم خرد، نه بدان چشم کندرو نگری. یعنی با این چشمی که به دنیا نگاه کردی ایستادی، با این چشم نگاه نکن، همین با چشمی دیگر نگاه کن. همین رودکی همین رو در نظر داشت. همین آدمی که به خواب ناصر خسرو در اومد گفت که تو هم بیدار شو، دیگر با چشم خرد نگاه کن به عالم. بعد چی شد؟ و ناصر خسرو البته مردم هر شب خواب میبینن، لیکن از خواب هر کس پند نمیگیرد و خواب ها البته هر خیلی میشه، لیکن ناصر خسرو حتی همین اگر خواب تصادفی باشد هم از همین خواب بیدار شد و صبح علیک آدم دیگر بود. بعضا یک سخن، یک کلمه، یک جمله، یک اشاره حتی آدم را تغییر میدهد. یک علف مشخور نام دارد. باعث شد که لیو نیکولایویچ تولستوی اثر حاجی مراد را نویسد. یک علف برای همین بدانا اشاره بس است و نادان یک کلتک، بلکه یک چند کلتک در کار است تا شکستن چوب ها. خود ناصر خسرو که علیک دانش داشت، فراست داشت، خیلی اندک دلگیر بود و از دلگیری و بیکاری اندک هم و راه افتاده شده بود. از بس که ذخیره داشت، در باطن چیزی داشت، از این خواب حکمت گرفت، بیدار شد و از پی سفر شد. برای اون که در خواب اشاره کرده بودن که به قبله رفت و رفت یا نه. خوب اسماعیل مرحمت. در آن زمان سفر کردن خیلی دشوار بود و مثل امروز نبود و هر کس جرأتی سفر کردن را نیز نمیکرد. خیلی مثل امروز نبود. مثلا امروز با ما یگان مانعیت دچار نمیشد و در آن زمان که هم سردی، گرسنگی و در بعضی از ناحیه جایهای آنجا راهزنها با راهزنها دچار میشدی و بسیاری از آن آدمانی که سفر میکردن از گرسنگی میموندن و جای زیست نداشتن. باز کی علاوه کردن میخواهد؟ مرحمت. در آن زمان هر قدمی که سفر میکردی یک خطر داشت. مثلا در یکی از ناحیه ها وقتی که از قزوین به یک ناحیه رفتن میخواهند، در راه پیش از رفتن آنها میگویند که در راه راهزنها ایستاده اند و ناصر خسرو با همراهی برادرش هر چیزی که داشت در همان یکی از دکانهای قزوین میگذارد و حتی لباسهایشان را از لنگی لباس کرده با سفر را ادامه میدهند. باز چه خطرها بودنش ممکن؟ وقتی که آنها سفر میکردند دشواری‌های زیاد بود، دریاها، کوه‌ها، گرمی، بعضا خنکی‌ها که آنها نه جای زیست داشتند، نه خوراک آن را استعمال کنند. بعضا وقت آنها پول نیز نداشتند که این یکی از مشکلی هایشان بود. در زمان هجرت ما میتوانیم با یک چیپته به کجایی که خواهیم رویم، ولی در زمانهای قدیم خیلی به نهایت دل و جرأت لازم بود که شخص به یگان جا به سفر براید یا کی رود. درست است. من آدمایی که سفر میکردن در یک جا خواب میکردن تا صبح خطر زیادی بود، برای اون که اونجا مور است، گژدم هستن، غنده هست و غیر از اون که با حیوانات درنده هست. یا وقتی از یک دریا گذشتن در کار چقدر منتظر میشوید تا از اون طرف یگان کشتی آید، زورق آرن یا یگان شوری دیگر اندیشن. خطر خیلی زیاد و در اون زمان اگر به یگان بیماری گرفتار میشدی دکترها نیز نبودند، برای اون که تو مدام در راه هستی. بعد اون وقت مثل سینا هر کشور
هر دهه اون طرف است، هر کشور مثل سینا دانشمند و طبیب نداشت که به اون مراجعت کنه. بسیار سفر دشوار بود. از این سبب سفری که امروز مثلا با یک راه آهنی یا که با 2 هفته دوام کردنش ممکن، با در 4 ساعت ما به یگان کشور فرض کردیم به مصر میرسیم و 2-3 روز استفاده بود برمیکردیم. لیکن ناصر خسرو 7 سال قدم زده است. 7 سال و اثر پر از واقعه ها، حادثه ها، پر از معلومات ها هست. یکی از معلومات های بسیار پرقیمتش معلومات های جغرافی می باشد. خب مهرانه ما از تو خواهش میکنیم که همین از نگاهی مردمی که با جغرافیا، به علم جغرافیا و فن جغرافیا شوق و ذوق دارند، همین سفرنامه چه قیمت دارد؟ مرحمت. ناصر خسرو مسافه بین شهرها را آنقدر دقیق نیست که چگونه چین کرده است، اما بسیار خوب چین کرده شده‌اند. با فکر من آنش را عمیق نمیدانم، اما با فکر من اگر یک انسان تواند که در یک شبانه روز مثلا 5 فرسنگ راه را طی نماید، مثلا به قزوین در مدت 3 شبانه روز رسند، این میشود 15 و آنها شاید با این راه معلوم میکردند که مسافه بین آنها 15 فرسنگ راه میباشد. و ناصر خسرو چه خیلی که گفته شد خیلی خوب یادآوری کرده است مسافه بین شهرها را و به عزم نیشاپور از مرو به سرخس می روند که مسافه بین آنها را 30 فرسنگ یادآوری کرده است. ناصر خسرو مسافه ها را چنین قید نموده اند: از بلخ تا برای 350 فرسنگ، از رای تا ساوا 30 فرسنگ، از ساوا به همدان 30 فرسنگ، از رای به سیپاهان 50 فرسنگ و میان رای و امیل 30 فرسنگ را تشکیل می دهد. این چنین او به ده با نام خندان می رسد که وصف آنجا کرده می گوید که از خندان تا شمیران 5 فرسنگ بیابانک است که همه آن را سنگلاخ تشکیل می دهد و آن قصبه ولایت تارو می باشد. است که از این دهه تا شهر چند فرسنگ؟ 5 فرسنگ بیابانک بیابان است. چی سنگلاخ است. قید کرده است. فقط مسافر اون مهرانه تو میدونی یک فرسنگ با چند کیلومتر برابر است؟ یک فرسنگ با 6 کیلومتر برابر می باشد. در بعضی از منبع‌ها یک فرسنگ را با 8 کیلومتر برابر میکنند که این چنین گفتن هم خطا نیست. ببینید، اول اینکه مسافه شهرها را قریب بی خطا معین کرده است. دوم چه خیلی بودن راه را ناصر خسرو خبر داده است: بیابان، سنگلاخ، هموار، کوه، دریا، راه آبی، همینها را قید کرده است. خب مهرانه با چی گفتم میتوانید؟ بعد از سفر کردن به یک چند موضوع دیگر خود ناصر خسرو میگوید که ما به شهر اخلاد رسیدیم که آن شهر سرحدی بین مسلمانان و ارمنیان بود. مسافه بین برکری و اخلاد 19 فرسنگ می باشد. آنجا امیر با نام نصرالدوله بود که او پسران زیاد داشت و به هر یکی از پسران خود ولایت را داده بود. همزمان ناصر خسرو با میافاقرین رفته مسافه را تا حلب 100 فرسنگ قید کرده است. از حلب تا دمشق 50 فرسنگ، از حلب تا اکتونیا 12 فرسنگ و از حلب تا طرابلس 30 فرسنگ را تشکیل می دهد. خب یعنی بغیر از اون که مسافه رو معین کرد، چه خیلی بودن راه رو نشان داد، باز این راه از کجاها میگذرد، کیها زندگی میکنند، همین رو قید کرده است. حاضر ما فقط میتونیم یک خریطه بگیریم یا حتی چه معلومات های زیادی هست که میتونیم به اینترنت وارد شویم و پرسیم که این آن دیه در کجا هست و چه حال دارد امروز و از کدام طرف همین دیه میتوانیم گذر کنیم و راهش چگونه است حتی معلوم است. در همان زمان این خیلی معلومات ها نبود. اگر یگان راهگذر یگان چی میگفت خیر، اگر نه همین کتابی ناصر خسرو اگر در دستت می بود همون رو خوانده میتونه از روی همین کتاب حرکت کنه. این کتاب یک قطب نمای هم حساب میافت. ناصر خسرو میگوید که بار به سیدان نام شهر رسیدیم که آن شهر را خیلی خوب آراسته بودند. در آنجا درختان نیشکر را شنانیده بودند و در دیوارهای بازارهای شهر گلها را آویزان کرده بودند. وقتی که من آنجا را دیدم فکر کردم که برای پیشواز قدوم سلطان آنجا را آراسته باشند
ولی وقتی که شخصی از آنجا گذر میکرد از او پرسیدم، او گفت که این صورت این شهرداری ما چنین است و بسیار حیران شدیم و به حرکت در آمدیم. ببینید از همین چه خلاصه برآوردن ممکن است؟ از این سخن برمیآید که ناصر خسرو در کتاب خود شوق و ذوق و شهرداری همون شهروندان را نیز قید کرده است و چنین معلوم می‌گردد که مردم همون شهر نیشکر بسیار طبع و ذوق بلند داشتند و زیباپرست بودند. البته ناصر خسرو قید هم میکنه در این کتابش که با بعضی شهرها هم دیه ها هستند که اندک مذمت کرده است، تنقید کرده است. میگوید که وقتی به این دیه نزدیک میشوید هوشیار باشید، شاید سگ‌هایش رو کش میتهند، شاید به شما نام نمیدهند، جای نمیدهند، لیکن از به فلان شهر به فلان موضع اگر رسیدید شما خاطرجمع باشید که مردم این شهر مردم مهمان نواز، دوست و سیر و پر هستند و شما رو خوب پیشواز میکنند. دیدید حتی کدام یک شهری رو گفته است که این شهر رو در بالای سنگ بنا کرده اند. قیف انظور که معنیش بیست و بینگر، بیست و ببینم بینگر. ببینید چقدر معنای شهرها رو هم نوشته است. این اثر بسیار اثری و پر قیمت است. با وجود آن که کلمه های دشوار فهمش دشوار فهم به زبان میرسه، لیکن این چیز بعضی اثرها هستند که به لغت مراجعت کردن در کار. در هنگام خواندن سفرنامه به لغت مراجعت میکنیم، لیکن این چیز ما رو دلگیر نمیکنه، برای اینکه حادثه واقعه بسیار عجیب هستند. گمان میکنه که همراه ناصر خسرو تو هم سفر کرده استاده. بعداً به لحسا نام شهری رسیدیم که امیر آنجا ابو سعید نام شخصی بود. او همیشه مردمان را از روزه گرفتن و نماز گذاشتن باز می داشت و به آنها می گفت که شما را بازگشت به جز من نیست. وقتی که من وفات کردم باز دوباره به نزد شما برمیگردم. و مردم اگر از آنها می پرسیده که مذهب شما چیست، آنها می گفتند که ما بوسعیدی هستیم و آنها با وجود داشتن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باور داشتند، اما از سببی که امیر آنها چنین میگفت آنها نمیتوانستند که روزه گیرند یا اینکه نماز بگذارند. و او امیر ابو سعید 6 پسر داشت و پسران خود را وصیت کرده بود که پس از مرگ مرا به جای گرانید که وقتی که من باز دوباره زنده شدم باز به اینجا برگردم. و وقتی که ابو سعید وفات میکند 6 پسر او در یک تخت می نشینند و آنها را 6 وزیر بود که 6 وزیر در یک تخت دیگر می نشینند. در شهر آنها چنین نظامی را جاری نموده بودند که آن نظام خیلی خوب بود و در شهر اگر کسی کار افتاده میشد به او دستی کمک دراز میکردند. اگر شخص هنر می داشت و هنر خود را صیقل داده نمیتوانست، آنها به آن شخص کمک پولی میدادند تا اینکه او هنر خود را رواج داده فایده خود را به دست بیارد و بعدا پولی که از آنها گرفته بود به آنها برگرداند. یا اینکه اگر حق شخص در دست دیگر میشد، آنها 2 برابر آن را ستانیده به دست صاحب حق میدادند. و این چنین باز اگر شخصی که بینایش یا اینکه خانه هایش خراب میشد و برای دوباره بنیاد کردن آن پول نداشت، با او با کنیزان خود را آنها وابسته میکردند تا اینکه رفته آن را بنا کنند و هیچ حق خدمت از آن شخص نمیستانیدند. این خیل شاهان و این خیل شهرها و این خیل مردمان خوشبخت در آن زمان انگشت شمار بودند. ناصر خسرو بسیار با شوق نقل کرده است، نوشته است، قید کرده است و برای ما هم عجیب است که در همان زمان هم من خود شاه اندک خرافات زده بود و بعضی عقیده های بسیار غلط داشت، لیکن بعد از سری فرزندانش با عقل بودند و برابر هم به یگان رقابت برابر حکمرانی کرده شهر را باز هم آباد و زیباتر گرداند. این نقل بسیار عجیب است. من باور دارم که البته یک نقل یگانه‌ای ناصر خسرو است. خیلی حادثه ها باز خیلی زیاد هستند. زحل در آغاز گفت که ناصر خسرو خواب دید. همین خواب رو اگر دروغ گوییم، همین یک نیم صفحه همین اثر خواب دیدش رو اگر گوییم که این خواب بود، خواب رو عادتا مردم دروغ میگویند، دروغ میسازند.
لیکن باقی مانده هر چیزی که ناصر خسرو نویست حق و درست و راست است و از خودش چیزی علاوه نکرده است. حتی در بعضی جا خودش شبه کرده است که به عقل راست نمی آید همین عقیده ها، همین اون چیزی که دیده بود باور نکردنی است. یک سوال دیگر که برای همه ما، البته برای تماشابینان هم بسیار مراقب انگیز است، ما وابسته به بعضی خصوصیت های جغرافی شهر و دیه هایی که ناصر خسرو قید کرده است، البته بعضی معلومات ها رو پیشنهاد کردیم و باز یگان نفر اگر یک چیزی گفتن میخوان مرحمت طالب جان. اینچنین ناصر خسرو در این اثر خود سفرنامه درباره آباد و یا که خراب بودن شهرها نیز معلومات های پرقیمتی آورده است. مثلا درباره شهر روم گفته است که این شهر هرچند مردم این شهر مسیحی هم بودند اما بسیار شهری آباد بود و از این شهر چون بیرون می آمدی راه بسیار ناآباد بود و گذشتن آن خیلی دشوار بود و در اثنای راه در بعضی جایها خانه ها دیده می شدند که آنها به مثل مهمان خانه خدمت میکردند و در پهلوی آنها عبادتگاه مسیحیان یعنی کلیساها نیز ساخته شده بودند. ببینید ناصر خسرو مدام همین قریب در هر صحیفه سفرنامه همین وابسته به راه یک سخن گفته است، قید کرده است، یا مسافه یا چی آبادی ویرانی راه، حالتی راه، یا با کدام محل تعلق داشتنی همین راه را مخصوص قید کرده است. راه امروز هم برای ما مهم است. یکی از کشورهایی که در آسیای مرکزی راهش بسیار آباد است، البته تاجیکستان ماست. ما سفر کردیم به بسیار کشورهای همسایه. راه آبادترین راههای ما است. البته برای اون که شما به این باور کنید، شاید بسیار شما به شمال و جنوب شرق غرب مملکت سفر کرده باشید، لیکن ما 10 سال پیش سفر کردیم دیدیم و امروز برای به استرافشان رسیدن حاضر 3.5-4 ساعت وقت در کار است. ما 9-10 ساعت با عذاب کشیده می رسیدیم به همین شهر و در موسم سرما باز عذاب زیادتر بود. خوشبختانه امروز راههای ما آباد و هموار است و این را سیاحان قید میکنند. البته هر سیاحی که به کشور می آید، به کشور از جمله به کشور ما می آید، حتما بعضی کمبودی که در همین جا هست به چشمش می رسد، می بیند و البته آبادی هایی که هست اون را هم می بیند و حتما قید میکنم و با مثلا شبکه‌های اینترنتی که هستن وارد میشیم، فکر و عقیده سیاحان را میخونیم، میبینیم راههای ما را تعریف میکنن. البته مهمان نوازی ما بی‌نظیر است، از این خرسند هستند و بسیار جاهای تماشابا و دیدنی هم داریم. یگان کشوری را در همین اطراف نام بردن دشوار است که اینقدر جغرافی طبیعتی رنگین جغرافی بسیار مرکب داشته باشه. همین در یک فصل در بعضی محل های ما 1 بار 2 فصل سال دارند. در اینجا زردالو پخت، در اینجا اکنون چغوره شده است. در پایین در میبینی که تابستان است، در بالا میبینی که همین برف بارید و غیره و هاکذا. وقتی که ما از شهرتوز حلبه می آورند، هنوز در غرم و جرکتال و بدخشان چه است؟ زمستان است. به حال بهار حتی خبر نداده است. برای همین ما باید این را هم دانیم. وقتی سفرنامه را میخوانه دادم باید بسیار شکر کنیم که همین خیلی سرزمین داریم و باید البته آبادتر کنیم. نام شهرها هم
در همان زمان چه خیلی تلفظ میشد امروز اکثریتشان همین خیلی است، لیکن بعضی شهرها تغییر یافتند. مثلا شام، قزوین، اصفهان، نیشاپور، این چیزا البته چنان که هست همین خیلی قطع شده است. خب من حس کردم که ستاره هم برای ما چیزی گفتنی هست. تو از سفرنامه وابسته به سفرنامه چی گفتن میخوای ستاره مرحمت؟ سفرنامه را اثر علمی و ادبی گفتن هم خطا نیست، چون که ناصر خسرو به هر جایی که سفر کرده است درباره تمام ادیبان و شاعران و نویسندگانی که در همان زمانها با او واخورده بودند معلومات خیلی هم زیاد جمع کرده است. در شهر سیمنان با یکی از نویسندگان و شاعران همان دوره علی نیسایی شناس می شود و علی نیسایی در هم صحبت می گردد و او با شاگردانش می گوید که من با ابو علی ابن سینا چنین کردم، با ابو علی ابن سینا چنان کردم و او میخواست که به من فهموند که او شاگرد ابو علی ابن سیناست و من زود پی بردم که او شاگرد ابو علی ابن سیناست. من گفتن میخواهم که و هرچند که از علم طب خیلی هم زیاد میدونست ولی علم ریاضی را نه آنقدر خوب میدونست و در یکی از سفرهای خود بر شهر شمیران وی با یکی از عالمان همان دوره شناس میگردد و نام آن عالم علی ابن الفیلسوف بود و ناصر خسرو در همین سفر با او دوست میگردد و از ناصر خسرو پرسان میشود که عزم به کجا داری؟ ناصر خسرو جواب میدهد که من عزم قبله دارم و او میگوید که اگر که از اون طرف برگشتی حتما از ما دیدن کن و در شهر تبریز و با یکی از شاعران با قطران و میخورد و شعرهای خیلی هم زیاد می نویسد ولی هرچند زبان فارسی را نمیداند و به نزد ناصر خسرو آمده اثرهای دقیقی را آورده ترجمه میکند و کدام کلمه‌ای که نافهمه بود آن را از ناصر خسرو پرسان می شود. یک مشاهده بسیار خوب از خواندن همین کتاب من کردم همین است که این ادیب متفکر شکایت نکرده است. در یگان جا آه واه با ما نگاه نکردن، اعتبار ندادن. حتی وقتی یک مرتبه به حمام ناصر خسرو برادرش را راه نمیدهند هم تو نویسته است که ما رو دیوانه پنداشته از در حمام راندن و باز بچه ها آنها را سنگ زدن، نه به بچه ها نه به حمام و نه به یگان نفر دیگر یگان گپی سخت نگفته است. بسیار خالصانه، حتی یک درجه با محبت همین حادثه ها را قید کرد. اگر سخت دقت کنید اندک افسوس میخورد که همین خیلی مردمان هم در عالم هستند و ببینید بعضا میرفت و میدید یگان دانشمند رو با او هم صحبت میشد، اگر اون دانشمند خودش رو تعریف میکرد یا میدید که او اندک کبر دارد این رو بسیار سخت قید نمیکند. هم تو میگوید که از این اون علم آگاه بود، از این اون علم آگاه نبود. یعنی همون آدم رو پر سیاه هم نمیکند و سفید هم نمیکند، هم چه خیلی بود همین خیلی میگوید. یعنی چه با مبالغه داده نمیشود. هرچند که بعضی حادثه ها هستند، بعضی چیزایی که ناصر خسرو در سفرنامه قید کرده است به عقل راست نمی آید. همین خیلی یگان حادثه رو شما در خاطر دارید از این سفرنامه؟ یکی از حادثه های عجیبی که با وی رخ داده بود وقتی که وی به شهر قاف می رود در آنجا می بیند که بناهای وی از سنگ ها ساخته شده اند. تا 30 فرسنگ همه این بناها همه‌شان از سنگ ها ساخته شدند و عموما یگان جایشان تراشیده نشده است و تا 30 فرسنگ دیگر در آنجا سنگ نیست چون که از سنگ ها خانه ها ساختند. یعنی همه سنگ اطراف را گرفته آورده خانه های خودشان را بنا کردند. البته این یک عجایباتی که از سفرنامه فریضه نقل کرد، چه امینه شاید یگان حادثه دیگر و یگان قید دیگری از وی داره سفرنامه.
ناصر خسرو در اثر خود عجایباتی را که در هنگام سفر دیده است وصف نموده است. مثلا هنگامی که وی به شهر بیت المقدس می رود، در آنجا می بینند که چشمه از درون سنگ بیرون می شد و می گفتند که این چشمه در یک سال یک مرتبه و تنها 3 روز روان بود و این چشمه به هر گونه بیماری ها نیز دوا بود. بعد آنها باز به شهر معرتمان می روند که در شهر در دیوار تلیسمی کژدم بود و در نزد وی با لفظ تازه چیزی نوشته بود. آنها راستی این را درک کرده نتوانستند و از مردم پرسان شدند، گفتند آیا این چی معنی دارد؟ مردم گفتند این تلیسم کژدمی می باشد. مقصد این آن است که در این شهر یگان کژدم راه یافته نمی تواند و اگر باشد هم گریخته می رود. از دیگر شهرها نیز بیارند و آنها گریخته می روند و آنها با قبه صخره نام جایی می روند که او را روایت کردند که شب معراج رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم به آنجا رفته نماز گذاشته است و در وقتی از آنجا بیرون شدن دست بر او نهاده است و این قبه صخره برای جلالت رسول اکرم از جای بر می خیزد و باز رسول اکرم دست بر وی می نهد تا او بر جای نشیند و تا حال آن نیمه کبه معلق ایستاده است. باز به ناصر خسرو روایت کرده بودند که وادی جهنم گفته جایی است که از زیر زمین آواز دوزخیان می براید. با ناصر خسرو عجیب نمایان می شد که نخود از زیر زمین آواز دوزخیان براید. یعنی ناصر خسرو گفته است که پس دوزخ در همون جا هست که صدا از زیر زمین میاد. ناصر خسرو رفته به آن میروند به آنجا و میبینند که از زیر زمین یگان گونه آواز نیست و تاکید مینماید که این همه افسانه محض میباشد. آنها باز به شهر خرزویل گفتنی جای میروند و در آنجا گرسنه میمانند و میخواهند چیزی بخرند. بعد برادرش و کنیزک هند، آنها 3 نفر بودند، برادرش و کنیزک هند. برادرش به دکان می رود و به مرد آمده می گوید منم بقال چی می خواهید؟ برادرش می گوید با ما چیزی که باشد رواست، ما غریبیم. برای اینکه آنها در سفر بودن با آنها همه می خواستند که یک چند چی به دست آورند خریداری کنند. بعد بقال میگوید من هیچ چیز ندارم. آنها حیران شده بیرون میبرایند و از همین سبب در کجایی که کسی میگفت که من هیچ چیز ندارم، ناصر خسرو آنها را به بقال خرزویل مانند میکرد. یعنی شوخی ها هم کرده، حساب کرده است. واقعا یک البته این زودباوری بعضی مردمان رو ناصر خسرو قید کرده است که ما مردم زودباور و اندک خرافات زده رو هم در راه زیاد بخوردیم. چند 10 سال قبل در همونجا آوازه شد که بار نفتکش ها زمین را پرمه میکنند و از بناخست از زیر زمین صداهای متیش به گوش میرسد و گوش میکنند صدای گریه و ناله و فغان مرد و زن و کودک و موسفید و کمپیرکان زیادی هست و هم آمیخته به گوش میرسد و بعد میگویند که اینجا یعنی پرمشچی ها به دهانی گویا به دهانی به دوزخ رسیدن، زمین رو پرمه کرده به جهنم رسیدن و قریب همه باور کردن. بعد همگی یک چند سال پیش، یک 3-4 سال پیش تلویزیون روسیه اثبات کرد که این خیلی نشده است، این دروغ است. به همونجا رفتن دیدن که واقعا زمین پرمه شده است، اونجا نفت چه فواره نزده است، اندک چقورتر. گفتن که همین صدای فغانی آدمان را کدام آدم شوخ از یک فیلمی خارجی گرفته با همین رسمی ویدیویی همین جای پرمه شده نصب کرده و به اینترنت پرتافته و گفته است که انسان دهان جهنم را باز کرد و من دیدم که بسیار آدم باور کردن. با واهمه هم افتادن. ناصر خسرو هم همین خیل این پس معلوم میشد که به جهنم رسیدن و به دوزخ رسیدن و بهشت را پیدا کردن همیشه از همون زمان ها
гапаш дар ҳамон замонҳо ҳам будааст. вақте ки носири хусрав ба миср мерасад, дар яке аз шаҳрҳои вай ки шаҳри қоф буд, мешунавад ки шутурҳои онҳо бениҳоят шутурҳои тезпоанд, ки аз шаҳри қоф то ба Макка мераванд. чунин шутурҳоро ёфтан ғайриимкон аст ва вай аз яке аз мушфиқони худ ки ба вай боварӣ дошт аз вай мепурсад ки сабаби ин дар чист, ки онҳоро беҳтарин шутурҳо меноманд ва вай мегӯяд ки боре аз Макка ба шаҳри қоф шутурҳоро равона мекарданд, ки дар нимаи роҳ дар дарё яке аз шутурҳо вафот мекунад ва мардум вайро бар даруни дарё меандозанд. вақте ки вайро ба даруни дарё меандозанд, як моҳие омада ба кулли он шутурро мехӯрад, вале як пои вайро боқӣ мегузорад. боз аз болои вай як моҳие омада ҳам моҳиро ҳам пои шутурро ба кулли мехӯрад, ки аз онҳо пай боқӣ намемонад ва аз ҳамин сабаб шутурони қофро беҳтарин меномиданд, ки ба мисли онҳо ёфтан ғайриимкон буд. бисёр хуб. мақсад аз овардани аҷоиботи сафарнома барои 8 нафаре ки дар ин ҷо нишастем ҳамин аст, ки мо ба тамошобинон барои онҳое ки сафарномаро нахонданд исбот кунем, ки ҳамин сафарнома бисёр асари аҷиб аст ва хонданӣ аст. тамоми асарҳои Носири Хусравро агар мо мутоила кунем, вале фақат ҳамин дар сафарнома шахсияти хислату ҳамин характеру табиати Носири Хусрав зиёдтар кушода мешавад. мо мебинем бисёр одами нарм гуфтор аст, ба ҷуръат аст, фаросати баланд дорад, мушкилписанд аст, донишманд аст, зирак аст ва мушоҳидакор аст ва чӣ навистанашро медонад. Чингиз Айтматов дар як ҷо гуфтааст, ки дар як хотираш вақте одам ёддошт менависад, хотирашро менависад, ҳамаш барои ту аҷиб аст, барои он ки аз сари ту гузашт, лекин на ҳамаи инҳо барои хонанда аҷиб мешавад. бибинед баъзеҳо нақл мекунанд, ҳама бо диққат гӯш мекунад. вақте баъзеҳо сар мекунанд ба нақл, аллакай қариб ҳама дилгир мешавад. гап дар сири чи? гап дар сири он ки гапи зиёдӣ мезанад, ба тафсил ҳамашро мегӯяд. Айтматов гуфтааст, ки ҳамин хел нақл кардан дар кор ё навиштан дар кор, ки ба хонанда зиёдтар суд расад. яъне ту бояд доне ки чӣ чиз барои дигарҳо ҳам аҷиб аст. Носири Хусрав маҳз ҳамин хел марди бо фаросат ва донишманд ва зирак буд ва ҳамин ягон саҳифа, ягон ҷумлаи ҳамин китобро мо наметавонем хат занем, гирифта партоем. агар ки зури дониши мо нарасад, донистани луғат ба мо ё кам донистани ҳам забон ба мо душворӣ пеш ороду, мо асарро хуб хонда натавонем, лекин онҳое ки дониши хуб доранд ҳамин ҳар калимаи сафарномаро ҳам чӣ мекунанд, қадр мекунанд, дар хотир мегиранд. хуб боз кичик илова кардан мехоҳад. асари сафарномаи Носири Хусрав ба ғайр аз он ки бисёр илман пурқимат аст, инчунин аз ҷиҳати ахлоқӣ ва панд низ бисёр пурқимат аст ва моро насиҳат мекунад дар бисёр мавридҳо. масалан дар аввали асар гуфтааст, ки Носири Хусрав гуфтаанд, ки бояд инсон ба ғафлат дода нашавад ва корҳои беҳударо накунад ва инчунин ин асар ба мо ибрат медиҳад, ки масалан мисли Носири Хусрав мо ҳам ҷаҳонбинӣ кунем ва бояд дунёеро ки дар он зиндагӣ мекунем бояд ҳамаи кунҷу канорашро бояд бинем. охири қисса чӣ хел анҷом мепазирад? баъд чӣ мешавад? Носири Хусрав аз сафар албатта азоби зиёде кашида баъди 7 сол бармегардад. баъд чӣ вақти ба ватанаш мерасад, чӣ ҳодиса рӯй медиҳад? дар аввал онҳоро роҳ намедиҳанд ба шаҳр, вале онҳо бохабар мегарданд, ки дар ҳамин шаҳр бародари Носири Хусрав
وزیر تعیین شده است و برادر همین ناصر خسرو به پیشواز آنها می‌باید و با آغوش گشوده آنها رو قبول میکند و به خانه برادرشان میرود. یعنی بسیار خوش به انجام میرسد. یعنی بعد از اینقدر سفر طولانی صحت سلامت برمیگردد و البته این اثر ایجاد می شود و ما امروز اون رو محاکمه کردیم. یک جمله بسیار عجیب است. با وجود اینقدر مرد بزرگ بودن همین جمله رو قید کرده است در اثرش و دانسته ماند که نه هر آدم مشهور همین خیل گفته میتواند. وقتی که وی سفرنامه خودش را به انجام میرساند در آخر سفرنامهش قید میکنند برای خواننده که اگر من در یگان جای خطا کرده باشم از شما بخشش میپرسم، یا اگر سخن را زیاد گفتم یا اگر فرسنگ را کمتر حساب کردم از شما بخشش میپرسم که این از بزرگی ناصر خسرو درک میدهد. نه هر یک شخص میتواند که خودش به گناه خودش اقرار شود که این یکی از بزرگی های ناصر خسرو نیست بود. ناصر خسرو میدونست که وقتی هر کس قدم میزند، اونی که قدم میزند یک بار پیشپا هم میخورد. کسی که قلم به دست میگیرد چیزی مینویسد حتما اگر خطا صادر کردنش از احتمال دور نیست. از این سبب عذر هم میپرسد. خلاص ناصر خسرو از ابتدا تا انتها همگی 2220 فرسنگ مسافه را طی میکند که این البته کاری سهل و ساده نیز نبود و من باوری دارم که البته ناصر خسرو در این سفر خود که مقصد اساسی او از یک خواب شروع شد و با موفقیت بسیار بزرگی به انجام رسید و البته من باور دارم که ناصر خسرو برای این سفر خود رنج و مشقت زیادی نیز کشیده باشد. تماشابینان عزیز، در آغاز اثرش ناصر خسرو قید کرده است که من خواب دیدم و دانشمند به من اشاره کرد که به جانب قبله به سفر روم و از جمله گفته است که از خوابی 40 ساله بیدار شوم. واقعا بعد از همان شب، بعد از همان خواب ناصر خسرو همیشه بیدار بود. در اینجا طالب جان یک کلمه رو به زبان آورد، گفت که ناصر خسرو تاکید کرده است در هر جای اثرش که ما به غفلت نفتیم. من در آخر برنامه از شما خواهش میکنم که به همین سوال جواب دهید. غفلت چی است؟ غفلت یعنی این بیخبری. در اینجا یعنی غفلت، غافل بودن، بیخبر بودن و عمر خود را بیهوده گذراندن آمده شده است. من از پرسیدن دیگران خودداری میکنم برای اینکه هرچی مهرانه و طالب جان گفتند درست است. بیخبری، خبر نداشتن، آگاه نبودن. آگاه نبودن از چیزهای خوب، از چیزی که آدم رو تشکل میدهد، از چیزی که آدم رو کامل میکند، از چیزی که آدم رو آدم از تو آدم میسازد. یعنی از دانش. البته ما باور داریم که برای تشکل یافتن، برای دانشمند شدن ما سفرنامه ناصر خسرو حصه سزاوار گذاشته است. مادام که ما خواننده ها خوانده میفهمیدیم، باور داریم که دیگرها هم خوانده درک میکنند، میفهمند. تماشابینان عزیز، این بود برنامه بهتر از دوست که ما همراه یک گروه خوانندگان فعال مسیح تحصیلات میانی عمومی رقم 48 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه اثر بیزوال ناصر خسرو سفرنامه را مورد بررسی قرار دادیم. سلامت باشید تا واقعی دیگر.